کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در شهر نیویورک با پخش اظهارات گفت که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نباید طرحی را امضا کند که آزادی بیان را زیر خطر می‌گذارد. هفته گذشته مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان تغییرات بحث برانگیز را به کادکس حقوق ویرانکنی مأموری قبول کرد. بر اساس آن برای پخش اخبار غلط یا اخبار ناصحیح درباره کرونا ویروس جریمه مقرر شده است. جامعه شهروندی تاجیکستان چند روز پیش از اعضای مجلس ملی و هم رئیس جمهور خواسته بودند که از تصویب طرح خودداری نمایند. کمیته دفاع از ژورنالیستان میگوید طرح بحث برانگیز از جریمه تا 15 روز حبس مأموری را پیش بینی میکند. این سازمان میگوید تغییرات به قانون مشخص نکرده است که بر اساس کدام معیار دروغ بودن یا ناصحیح بودن گزارش بهاگذاری خواهد شد. حالا نوبت تصویب این قانون از جانب پرزیدنت امامعلی رحمان است. گلنازه سعید هماهنگساز برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی در کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید تغییرات پیشنهاد شده به کادکس حقوق ویرانکنی مأموری یک اجازتنامه روشن یا آشکار به مقامات برای بیشتر کردن سنزور با بهانه مبارزه با پاندمی کووید 19 می باشد. او گفته است پرزیدنت امامعلی رحمان نباید این قانون را امضا کند و باید پیش راه سرکوب مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی گرفته شود. در این تغییرات برای پخش اخبار ناصحیح درباره کرونا ویروس از 580 سومانی تا 11600 سومانی جریمه پیش بینی شده است. رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نورالدین قرشبایوف در صحبت تلفنی با کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است تغییرات به قانون یک اقدام سرکوبگرایانه بود. وی افزوده است این کار میتواند در آستانه انتخابات پرزیدنتی سال جاری مقامات را برای فشار آوری به مطبوعات جسورتر کند. مقامات چنین نگرانی ها را بی اساس می‌دانند. قبلا عبدالجبار رحمانزاده یاوری رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفته بود: هیچ خیر نظر هیچ گونه سرکوب کردن شخصان آزاداندیش نیست، بلکه پیش از آن پیشگیری بیماری کووید 19. تغییرات به کادکس حقوق ویرانکنی مأموری و تعیین جریمه برای پخش اخبار غلط روز 10 ایون به مشورت با جامعه و ناگهانی در مجلس نمایندگان تاجیکستان اعلان شد.